و خلق فزوجوه. وقتی پیغمبر علیه السلام میگه که اگر خاندان شما در خواب یگان پسر آمد که برای دختر شما خواستگاری، اگر دیدید که دین دارد یعنی نماز میخواند، اساس نمازخوانی است. باید هر فرد مسلمان بداند که اساس دینی ما نماز است. اگر نماز باشه او جوان یا که او دختر یعنی اهل اسلام گفته میشد. لکن نماز که نباشد نه نکاحش درست میشد، نه صدقاتش درست میشد، نه حجش قبول میشد. حتی اگر به شرط یک کس حج برود نماز نخواند، این یگان حجش قبول نمیشد. حتی زکات هم که نماز نخواند، الله سبحانه و تعالی یگان طاعت به نماز قبول نمیسازد. شرط اول که بنای اسلام بر 5 چیز بعد از کلمه شهادتین یعنی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله گفتن، یعنی نماز اولین رکن در اسلام بعد کلمه شهادتین چی است؟ نماز است. نماز که باشه دیگه چی میشه؟ حتی فرق بین کافر و مسلمان نماز است. حتی الله سبحانه و تعالی در قیامت دوزخیان الله سبحانه و تعالی خبر داده، میگه که ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. دوزخیان را میپرسند جنتی‌ها که شما چه گناه داشتید که جهنم رفتید؟ اونا میگفتند که ما رزق روزی الله دادگی را میخوردیم، نوش نعمت استفاده میبردیم، لکن از معرکه میخواستیم میرفتیم، نه در ما نماز بود قطعی مردم، نه مسجد ها میرفتیم، نه سرمون میزدیم، فکر میکردیم که از بدتر میکنیم، بدتر میخونیم، نفقه برایم، پنسه برایم. بعد میخونیم که پنسه نرآمده مردم، کرونا آمد مردم، به نماز آمد و میرو جهنم رفتیم. برای این سبب الحمدلله العالمین وای بر حالی کسی که خودش با عقل میگیره و نماز نمیخونه، خالقش اطاعت نمیکنه. حالا که رئیس که اطاعت میکنه، چرا خالقش اطاعت نمیکنه؟ گوزی اگر یا سردار و چه بگو دویده میرد. سبحان الله که سردار میگفته و سرداری همه سرداری جانور چرا اطاعت نکنید؟ میگیم ما کلان داریم و کلان از همه کلان ها رو کلان کی است؟ الله سبحانه و تعالی. چرا اطاعت نمیکنیم؟ چرا ما و شما را الله اینقدر نوش و نعمت داده است، پسر داده است، فرزند داده است، همه چی داده است، چرا الله را شکرانه نمیکنیم؟ حالا که الله سبحانه و تعالی در سوره نحل، در سوره زنبور الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ و ما بكم من نعمت فمن الله. الله سبحانه و تعالی میگه که بندگان من او شما تفکر میکنید این نعمتایی که شما دارید، صحتی، فرزند، صحت، سلامتی، خوردن، نوشیدن، نبیره، همش ما دادم برای شما. و ما بكم من نعمت فمن الله. الله میگه که هر نعمتی که در تو است، از این خوردنی و از این چشیدنی و از صحت و فرزند و گپ زدن و دیدن و شنیدن و خستن و گرفتن، همش تو فکر نمیکنی که ما دادم برای تو؟ چرا تفکر نمیکنی؟ برای این سبب الحمدلله العالمین باید مسلمان مردم الحمدلله العالمین که پیغمبر علیه السلام میگه که من خطب الیکم من ترضون دینه و خلقه فزوجوه. یعنی شما حتما ای امت من دو چیز یعنی با اهمیت بگیرید، دو چیز اهمیتی سخت بودید. یا دخترتون میتید کسی دبتید که او بچه نمازخوان باشد، اخلاق داشته باشد، و اگر به شرط شما کیلون هم بگیرید شما حتما دو چیز رعایت بکنید، یعنی اخلاق داشته باشد و بعد دیندار باشد. مراد از دین نمازخوان باشد، یعنی خدا ترس باشد، با شرم باشد، با حیا باشد. پسر یا جوان اگر بیشرم باشد و ایمان ندارد، پیغمبر علیه السلام در حدیث صحیح بخاری چی میگه؟ والحیا شعبة من الایمان. حیا، شرم و حیا یک شاخه از ایمانداری است. حتی اگر کسی شرم نداره، ایمان ندارد. همچنین که پیغمبر علیه السلام در دیگر حدیث میفرماید که این مما ادرک من کلام نبوت الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. ای امتی من، از کلام سخنهای پیشین به ما رسیده است که خود دختر، خود پسر، خود کلان، خود خورد اگر شرم نداشته باشد هر چیزی که میخواد بکند. لکن فقط الله چی میگه؟ ثم الینا ترجعون. به شرمی کردنگی، به باکی کردنگی، کبر کردنگی، واهمه کردنگی، روزی میشه پیش من میایی و میپرسم تا کو واهمت در پیش من کو.
کو در پیش ما بوهیم کو و قیامت مانه این همی دنیا دا اگر الله کدام متکبره کدام ظالمه کدام آدمی ناپسنده که قانون الله رسول پسند نمیکنه یک دردش بودیه دیگه ایشان کوی را سر میکنه برای دیگه ایشانی زور بکوید که مرا دعا بخونه که میمونم پول و مال و سر میمونه چرا در حالت صحت سلامتی ایشان سراغ نکردی چرا در حالت وظیفه داری سراغ نکردی چرا در حالت پول داری سراغ نکردی اکوزی میمونی دیگه همچنان که ما یک آدم خیلی با دولت بود در دوشنبه هر بار میدیدم میگفتم که بابای رئیس بیا نماز بخوان نه بابی بد میشه بابی بد میشه یک روز بس کسلی رک شد گرمانیا بردن آوردنش بعد بچه‌ش اومد که بابی اوتا میگه که بیا مرا خبر بگی و رفتم بالای سرش که رفتم الحمدلله ما چی کار کردم انا بعد سبحان الله گیره کرد گیره که کرده گفتم چرا گیره میکنی گفت که همون گفات بوبیم به یاد آمد که وقتی صحت سلامت بودم میامدم پیشم جیب ما در پیشت میموندم خیلی در پیش مسجد میموندم بعد میگفتی که بیا نماز بخوان میگفتم که بعد نماز میخوانم بعد ما چی میگفتم تا گفتم پرسیدم شهر بعد خودش پرسیدم که ما چی میگفتم خودم میگفتی که وقت نمیشه روزی میشه دیگه فرصت نمیاد انا فرصت آمد گفتم شما نمیخیل مردم میدوخی شما نمیخیل مردم الله سبحانه و تعالی میگه که خب و ما لکم و ما بكم من نعمت فمن الله ثم اذا مسكم الضر فالیه تجأرون الله میگه ما شما رو روش نعمت میتونم شما متکبر میشید دیگه نماز نیست روزه نیست زکات نیست دیگه رستوران بر رستوران میگردید قطعی دخترای فاحشه و پلاتون در یک رستوران 2000 3000 سوم صرف میکنید یک پیو تا 1000 سومون میخرید و یک بیوزن یک قاب چهار نمیتید بعد همین الله کرونا که بیتیه با گیره را سر میکنه بابی بخوام مسوسم میخیزم دیگه زکات میتونم میخیزم دیگه نماز میخونم با بابیش میگه که یک بچم دیر کردی میمری دیگه فرصت ها رفت دیگه نمیتونی خیسته تمام میمری دیگه یک گیره میکنه چی فایدهش هیچی فایدهش ندارد فایده همون وقتی در حالت صحت سلامتی در حالت خوابایی در حالتی که صحت سلامتی انمو وقت خالق پرستش کن الله سبحانه و تعالی میگه بندگان من ای ملائکه ها ببینید که این بنده من هم بوی است هم وظیفه دارد هم چی دارد لکن مرا پیشانیش سجده میکند در سجده میگه که سبحان ربی الاعلی و بحمده پروردگارا تو خدای بلندی من هستی تو از همه بلندی تو از هیچ که پس نیستی تو همیشه آبرومندی تو همیشه کاملی تو محتاج یگان مخلوقات نیستی تو قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بگو ای محمد خدا یگانه است بگو ای محمد خداوند محتاج مخلوقات نیست لم یلد بگو ای محمد خدای ما فرزند ندارد ولم یولد خدای ما پدر و مادر ندارد ولم یکن له کفوا احد خدای ما هم مثل مانند ندارد لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر الله با یگان مخلوقات مانند نیست و یگان مخلوقات با الله مانندی ندارد و ما و شما ناقصیم الله سالم است وقتی که ما نماز که خواندیم بعد این نماز چی میگیم اللهم انت السلام و منك السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام اللهم انت السلام ای پروردگار ما تو سالم هستی تو بی نقصان هستی ما بنده ها نقصان داریم ما اگر یک جمعه در کرد دیگه طاقت کرده نمیتونیم ما شما اگر یک جمعه شکم در شدیم دیگه خودمان قفیده نمیتونیم شکم در میشیم حتی فرق نداره خواب رج باشی خواب ملا باشی یک جو در کرد بی طاقتی میکنیم برای این سبب الحمدلله رب العالمین سالم الله هست وقتی که نماز که سلام دادیم سه بار استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام و منك السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام انا میخوام الله سبحانه و تعالی باید هر فرد مسلمان بداند که اول الله سبحانه و تعالی بنده هاش دراز همه چی میتید نوش و نعمت میتید صحتی را میتید همه چی را میتید وقتی که بنده به حد متکبر کشید بعد الله سبحانه و تعالی یا دردک میتیشه یا دردک میتید بعد در سوختن میدراید بعد پیش ورج میره نمیشه کورورت میره نمیشه بعد دود میزنه بعد پیش ورج میره نمیشه کورورت میره نمیشه بعد دود میزنه ایچی گپ شید اگه جا پیدا شید بچم تو خودت میدونی که جا پیدا شید این سببی هم گناهایی که کردی سببی هم کبرایی کردی انم کبرات باید بکشی الله سبحانه و تعالی خودش متکبر است اگر کدام مخلوقی که کبر کرد الله رسواش میکند هو الله الذي لا اله الا هو هو الرحمن الرحیم من میگم من رحمان و رحیم هستم هو الله الذي لا اله الا هو
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزیز الجبار المتکبر. الله میگه من متکبر، من شما رو پسر نمیکنم برای که شما مخلوقاتی من هستید، شما نبودید، من شما را آفریدم، من در بالای شما حق دارم. شما کیید؟ شما باید مرا پرستش بکنید، شما باید سخن مرا بگیرید، سخن پیغمبری مرا بگیرید که پیغمبر ما آمد رحمت للعالمین، شما را زاره کرد که ای بندگان خدا مرا تعظیم نکنید، خالق مرا تعظیم کنید، سخن الله مرا بگیرید و مرا الله همچون سفیر فرستاده است. من امر خدا را به شما میرسانم و شما با خبر باشید که یک روز میمرید و در پیشگاه الله حاضر میشید. از این نوش و نعمت، از این کرداراتان الله میپرسه. ثم لتسالون یومئذ عن النعیم. الله میگه از این نعمت هایی که میخوری مینوشی من پگه میپرسم که وقت بعد خوردن چی کار کردی؟ یک بار الحمدلله گفتی؟ یک بار الحمدلله علی کل حال گفتی؟ یک بار الحمدلله علی نعمای گفتی که خداوندا این نوش نعمت به من رساندی، این طعامی که میخورم ای گلوی ما پایان تو میبری که یک بار دهم کارپوس بریم بینیم هر یک جوانی زیبا خوب ای گلوش یک قطره آب نمیگذره، که یک بار شب خستی تارت کردی گریه کردی که خداوندا مرا همه چی خواستم دادی، مرا صحتی دادی، فرزند دادی، زن دادی، مرا مسلمان کردی، یک بار در سجده گریه کردی یا نکردی، یک بار آبی چشم ریزاندی که خداوندا همش از آنی توست، همه آبرو از آنی توست. یک بار گفتی که خداوندا مرا تو آفریدی. برای این سبب الحمدلله باید مسلمان مردم احتیاط باشه. نیمه حیات ما زیاد گذشته، امروز و پگه به الله ملاقات میکنیم، ریشامون سفید شید، موهامون سفید شید، کی به سوی خدا باز میگردیم؟ حاضرم همون یتای بدمون، حاضرم همون نعوذ بالله کینه و حسد و همون کارهای بدمون، کی نیتامون خوب کنیم، کی نیتامون زیبا کنیم که کی یک مسلمان دوست بداریم، کی یک مسلمان نصیحت خوب کنیم. بچم زنا رو بس کن، بچم عرق بس کن، بچم فاحشه‌گری تا بس کن، بیهودگری تا بس کن، بچم اسرافکاری تا بس کن، بچم این بنزینایی که میریزی هر جا که میگردی بیهوده ایرا فقط در نزد الله جواب میگی. الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ کلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. بخورید نعمت مرا بنوشید لکن اسراف نکنید، زیرا که الله متعال اسرافکارا را ناز نمیبیند، بد میبیند، مصیبت عطا میکند. واسه اگر کسی پرسه که این عرق نوشا هر روز بابی در رستوران میبینیم که دخترهای فاحشه را میارن، رستوران ها دا پول بسیار میارن میتین، اینا را الله مصیبت نمیتیه که قرآن جواب میتید. ایره استدراج میگن، آدمی فاحشه، آدمی زیناکار، آدمی گیره فروش، آدمی ظالم، آدمی که نعوذ بالله حکم خدا رسول قبول نداره، پسر نمیکنه، او را استدراج میکنه، او را الله میبرداره بالا میبره، بعض هم بالا هوش میتید. ایره خدا داده نمیگن، ایره خدا زدن میگن، ایره خدا زده خبر نداره که این روز پگر از فوقش سر میشه، دیگه پا و دستش یگان جا دیگه نمیرسد. بعد گیره کرده میشینه ترمده. من چی کار کردم؟ کارات بیار، او پولایی که پشکک میدادی به خاطر دخترای بیگانه در خانه اگر یا بیوزن بیای گیره میکنه که اکا دادر کودکان گرسنه و پول ندارم میگفتی، برای دخترای بیگانه به دخترای نو تام فروش ده پول داشتی، با نمرات میداده که لوبای وقت زنگ بزن من تیارم، اما مادرش بگو که بچم مرا خانه خالت بر خب که کمپیر وقت ندارم. برای دخترها تلفناش میتیه که خب شب روز زنگ بزن من در خدمتی تیار هستم. نعوذ بالله، نعوذ بالله. این نعمت ها برای این سبب الحمدلله العالمین الله سبحانه و تعالی مادرها را برای ما و شما جنت آفریده. کدام فرزندی که مادرش دوست بداره و چجا میگوه جا جنت میشد. اگر کدام آدم کمپیر گفته ناپسندی کرد جاش جهنم میشد. با وجودی که بعد این مردنش اگر صدها گوام بکشد هیچ فایدهش ندارد. همه چی در زندگی اوچه جان پدر جان، یعنی باید فرزندا در زندگی مادر جانش دوست بدارد. ما به نزدیکی یک معرکه کلام بود، بسیار جوانای زیاد بودن. بعد یک گفتم که من 2 سوال دارم شما را. گفتن گپ زن بابی کی که پای مادرش بوسه کرده؟ ای بین همون صدها نفر یک کس گفت بابی من بعدی برآمدای شما گوش کردم رفت پای مادرم بوسه کردم. خب بسیار کاری خوب کردی. کی ازاری مادرش شتگی است؟ خب این همجا صدها کس شتگی کم از خدا بترسید، دروغ نگید که کدامی شما ازاری مادر جان شتگی بار کم مادرها که تو حاضر ترسکای شما رو میشود، مایکای شما رو میشود، تو حاضر میشود که کدام جوان مرد که مرد شو بخیزه که بگو که حضرت جان اینا بابی جان من ازاری اوچه جان رو شوشتم. دروغ میگید، شما رو تانسیون میکنید، شما قیمانی ندارید که ازاری مادرتون رو بشوید.
شما وهیمه دامون شما را گپ کلونی دامون پیش دیگر تون دا ها وهیمه میکنن تلخت میکفه نکی پیش مادر ده خب یگان کار نمیکنن با مادر داد میزنن که کوچه در راه پاییز میشینن تا لغلق کرد ساعت 1-2 بعد میداره اوچه اوقات تیاره نه بچم ترسکات داشتم لباس داشتم وقت نداشتم کامپیوتر ما کار ندارم تیز بیا تعام مرا تیار کن دستات بشکنه تو وای فرزنده میمبری خودت تعام تا تیار کنی گاز هسته 2 تخمه نمیزنی مادرت با جای تو تیار کنی یا که مادر در آمدی حولی که سبحان الله لباسای تروشته سه تو نمیگی اوچه جان استر بیست کو بیا ما لباسای تر بشون کوی خیلی کنی جوانی تاجی یه خیلی مسلمان در قضای راه پاییز میشینم تو بیگه لغلق کرده حتی نعوذ بالله یک پیاز یک گشتی نمیکنه که با رفته ای قرچلیقای بازار با گشتیج بخره آب داره خب زمین داره که یک وجب دا باید چکار کنه باید گشتیج بکنه لیکن تو بیگه در قدر ای پاییز لغلق میکند و حتی گشتیش رفته کبوتیش رفته بازار بیاره با میگه که ما ای خیل ما او خیل برای این سبب الحمدلله العالمین جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که 4 کار از سنت های پیغمبرای پیشین است یکمش عطر دویمش نکاح انمی نکاحی که امروز ما در توی خورشید جان اشتراک داریم الله سبحانه و تعالی در سوره النور میگه که اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من نفخه و همزه و نفسه بسم الله الرحمن الرحیم و انکحوا الایام منکم الصالحین من عبادکم و ایمائکم ان یکونوا فقراء یغنیهم الله من فضله والله واسع علیم. الله سبحانه و تعالی میگه که شما فرزنداتون مسلمان دادید یا که از مسلمان زیبا نمازخوان اگر شما کلون کرده اگر شما کم بخل باشید الله شما را بای میسازد از فضلش یغنیهم الله من فضله. 2 کار در الله سبحانه و تعالی ما و شما را بای میکنن یکی فرزندامون زن بگیرن اگر کم بغل باشه بای میشن دویم اگر آدم حج کند الله سبحانه و تعالی بایش میکند. برای این سبب برای چی بای میشه وقتی که بچه کی زن گرفته برای که از زنا باز میسته سبحان الله چشمش عین و محرم باز میسته قطعی همسرش هم خوبگی میکند خب دیگه سبحان الله نفسش آرام میگیرد. برای همین سبب الحمدلله العالمین انا چیکار میکنه الله بایش میکنه همچنین که پیغمبر علیه السلام در حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم آمدگی است که یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فانه اغض للبصر و احسن للفرج. پیغمبر علیه السلام میگه جوانی که تو هم قوت داری هم پول و مال داری زن بگی وقتی که زن گرفتی چشمات عین محرما بسته میشد فرجت از زنا باز میسته. فمن لم یستطیع اگر کسی قوت جسمانی دارد قوت پول و مالی ندارد چه کار کند فعلیه بالصوم روز دوشنبه پنجشنبه روزه بگیرد فانه له وجاء یعنی روزه چه کار میکند شهوتش میشکند. برای این سبب الحمدلله رب العالمین پیغمبر علیه السلام میگه که خیر الدنیا متاع و خیر متاع الدنیا المرأة الصالحه. دنیا جای متاع است بهترین متاع زنی صالحه است. زنی صالحه خداوند خورشید جان زنی صالحه نصیبش بگرداند. و پیغمبر علیه السلام گفتیم که یکمش عطر زدن 4 کاری که از سننهای پیغمبر پیشین مانده است عطر زدن دویمش سبحان الله نکاح است و سیومش مسواک است باید مردم دنداناشو بشوید. ای بس برای جوانی که ناس بکشد هم